با نام یاد خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خانه امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. ثبت نوبتی برنامه کتابخانه است و همصحبت من هستند استاد میرزا سعیدزاده. استاد به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت را پذیرفتید و امروز بگویید چه حال احوال دارید. قبلا شما را که نویسنده هستید با نام میرزا نصرالدین معرفی میکردیم و امروز باشد میرزا سعیدزاده. چرا استاد؟ با شما هم تشکر. درشان جامعه ها مردم میگود نصرالدین خاطرشون میبرد برای وی ها آسان‌تر باشد. به من گفتم بیا مرزا مانیم دیگر کوتاه‌تر شود. اما در آن که چی حال دارید، امسال برای من سال خوب اومد، برای آنکه این دو کتاب چاپ کردیم. پیشتر از آنکه چاپ کنم من هم در کتابی اول آتش در خانه قدیم و هم در نانشریکی خیلی هم کار کردم. ممکنه نمیدونم با 1 سال 2 سال کار کردم در بالاهاشون. بعد من این سال اول سال به چاپ کردیم. بعد چاپ کردم، بعد 1 هفته معلم ابراهیم اسمانی به دادم، ابراهیم کنجوش به آدم خواندن. بعد 1 هفته من به خبر مقاله آورده در گازیت ادبیات صنعت میسپارم. من به خبر من بیام که در بین نویسنده ها گپ که تو خوندیم نه نخوندن ولی با به خبر بودن از کتاب. یکی من دیدن کتاب کنی و کتاب آوردیم و ببینیم که خیلی ابراهیم کنجوش مقاله چاپ شده است، مقاله همه خوندن مقاله. بعد یکی کتاب که نامش برآمده، بعد مردم خیلی شناس شدن. بعد وای بود که با خود معلم ابراهیم کنجوش در جامعه گفتگوی تمدن ها مردم دعوت کردن، اونجا درباره کتاب بحث شد، ژورنالیست ها عالما بحث کردن. بعد در یونیورسیته دانشگاه ملی دعوت کردن، اونجا بین آموزگاران خواننده ژورنالیست زبان اینها جمع آمد بود. اونجا بحث شد درباره این کتاب. در اتفاق نویسنده ها دوباره بحث شد. در جامعه صدای شرق جنبه سالانش باز هم درباره این کتاب بحث زیاد شد. دیروز هم که به هفته گذشته سیز بود، سیز نویسنده و هر 5 سال به 1 بار سیز می شود. اونجا هم خیالم که درباره این نام شریکی زیادتر رئیس اتفاق نویسنده ها نظام خاتم صحبت کردن و اونجا بگیم که قریب 600 نفر مردم اونجا بودن، از افراد پرزیدنت، از حکومت آمادگی بودن، از خوجان لینی اتفاق نویسنده‌اش 20 نفر بودن، از کولاب آمادگی قران‌طبا. یعنی در بین اون جمع آمد هم درباره همین رمای نان شریکی بسیار سخن‌های خوب گفتن. و وقتی که ما بیرون می‌آمدیم از من می‌پرسیدن که کتاب در کجا خریم. من میگفتم که در پهلوی من روبروی شیخای روحان مگزین های کتاب‌ها هست، همونجا هست. یعنی بسیار سوال خوب برای من بود، سوال خوب بود. خب استاد، بعد همون 600 نفر اشتراک کردن، حداقل 100 نفرش از ما پرسیدن که این کتاب در کجاست در فروش. یعنی شما گفتید که در روبروی چایخانه راحت این کتاب هم نشر شده است با تعداد 200 نسخه. اگر اون نفرانی که پرسیدند و میگذشتند این کتاب رو از فروشگاه میخریدن، شاید از بالای میز ما هم این کتاب نبود. چند نفرشون رفتن این کتاب رو بعداً خریدن بعد اینقدر بحث و تبلیغ و این بررسی استاد؟ ادریس این سخنا گفتم برای من بسیار نمیخوام گفتن که مجبورید گویید که من قصداً روز دیگرش رفتم و مگزین کتاب پرسیدم که هم کس خرید؟ هیچ کس نخرید است. و در سیتی گذاشتم من وقتی که صدای شرق برده موندیم بسیار با علم گفت نویسنده همون کارگرای صدای شرقی یگون آدم نخرید گفت. یعنی جمعیت ما پیش از نویسنده ها از کتاب خرید بسیار دور موندن، حتی آدم علم میکند. حال فرض کردیم که دهقان هر سال کلندش میخرد، بیلش میخرد، یعنی برای وی در کار بودگش میخرد. اما نویسنده برای وی کتاب در کار است، نمیخرد. شما هم خبر داشته باشید
اکبر عبدالله رهنما گفتن که 2 نفر معلم ها اومدن کربه مرا کار قبول کنید. گفتم که در 2 سال آخر چی کتاب خوندید؟ فقط همون داخلی سال آینده دیگر نخوندیم. یعنی به این خیلی جمعیت، به این خیلی گیم اینستیتوت ها ما قریب 50 اینستیتوت داریم. این 50 اینستیتوت ما خب گیم که چقدر معلم ها دارد، دکان ها دارد، زاف کافدرا ها دارد. یگون تی همین به مگزین کتاب نزدیکی نمیکنه. خیلی نمیدونم که یک 2-3 نفر باشه کرد. یا دیپوتات ها داریم یا نمیدونم اکادمی نو داریم. اینا یگون تی همین کتاب میخرن، کتاب میخونه. خیلی نمیدونم چه کتابی که برای خودشون در کاری هست همون میخونده باشه. اما کتاب بدیعی یکون برای چی میگم من که در بین نویسندگان میگردیم صحبت میکنیم و هم میگوید کتاب ما نمیخرن. اما جمعیت بجورمون است، در این چیکار میکنن، چی میخونن نمیدونم من. یعنی یک نویسنده این حالت شما را نگران نمیکند که با وجود اون که اینقدر آزمون‌های کتاب میگذرونند، تبلیغات صورت میگیرد و از منبرها مردم دعوت میکنند به سمت کتابخوانی و چرا مردم نمیروند به سمت کتاب؟ همین شما استاد مشکلی است در چی میبینید؟ یعنی کجای کار غلط است که این همین سمت یعنی به شدت افت میکند، یعنی پایان میرود نوبسته به همه تبلیغات ها، شعار پرتای گفتن ها؟ واقعا وضع نگران کننده است استاد. یک نویسنده شما فکر میکنید که مشکلی کار در کجاست؟ نه واقعا عجیب است، این سوالی عجیب است. اول اینکه از دوره که این جنگ متحشید ما جنگ فلاکت بار بود 35 سال گذشت. من نزدیکی یک مقاله بسیار خوبی رئیس کمیته امنیت و سیمبدی یتیم فهم برآمدگی بود که 35 سال گذشت چرا نویسنده‌های ما درباره همون روزهای جنگ متحش چیزی نمی‌نویسند. ببینید که در روسیه در همون سالهای 92 اونجا جنجال بود، نمیدونم صدها کتاب برآمد. نظر به واقعی ما اونجا خیلی کم بود، یک 30% کم بود. دیگه چقدر ویها، عالم‌هاش، نویسنده‌هاش کتاب‌ها نوشتن. چون این مردم یک بی‌طرف نیست به وطنش، به خلقش، به آینده‌اش بی‌طرف نیست. ما یک بی‌طرفی یعنی خوب است از دوره جنگ‌ها تا حاضر خوب است. خوب فرض کنیم در اول جنگ‌ها خیلی مردم بیکار بود، اما 35 سال گذشت. من از یک یادداشت‌های نویسنده نویس ریمارک خوندم و یک رفیقش به نام می‌نویسد که بعد از این کتابم چاپ شده 90,000 تا به فروش رفت. خب ببینید که در سال 45 همین گرمه تمام شهرش بیران شده بود. مردم در گریز و گریز، نه کار است نه پول است. سال 52 این کتاب چاپ شده است، یعنی بعد 5-6 سال جنگ. الله که مردم 90,000 کتابش خریدن. با جنگ که چی به این کتاب کم است. ما با یک خوابالو همه خوابی که بودیم ما هم در دوره فطرت، در دوره بهبود که نویسنده که همه خوابیم، همه خواب هیچ نکی بهتر شد ما، هیچ نکی پیشرفت شود ما. آخه وقت پیشرفت میشد که ما نمیره کتاب خونیم، یک دانش پیدا کنیم، همون نیست همون چیز. استاد همین یک نوع ناامیدی، اصلا میگن که ناامیدی برای هر ملت شکست است. ولی من با نویسنده های مثل شما و نویسنده های دیگر، استادان، عالمان، دانشمندان، نفر شد به این برنامه آمدن و نه آمدن صحبت میکنم زیاد. یک نوع ناامیدی احساس میشود و این ناامیدی روز به روز یعنی می افزاید. چرا ناامید است نویسنده ما، عالمی ما، دانشمندی ما؟ همین ناامیدی از کجا شروع میشد استاد؟ این در این چهره خودتون استاد در همین صحبتایی که داریم یک نوع ناامید هستید، با وجود اینکه زحمت میکشید، کتاب نشر میکنید، عذاب میکشید، کتاباتون خودتون به نشر میرسونید، به فروشگاه کتاب میبرید، ولی چرا ناامید هستید استاد؟ شما چرا از چی ناامید هستید؟ میگم که برای اینکه مردم با امید باشد خیلی دورتر رویم. اگر وقتی در سالهای همین 30 اینقدر شکست بود به همین مردمی شوروی، لیکن در همین 2 تا 5 سالی اول چقدر کارها شدن، پیشروی‌ها شدن، سوادهای مشهورترین مردم به کار تامین شد، مردم جای کار یافت. ما به همین ناامیدی هست، راست میگیم ناامیدی هست. ما به خیالم که مردم یک فضای ساختن در کار که مردم به دانش به کتاب رو بیارن. یعنی چیکار کردن در کار است؟ یعنی کتابی من یا کتاب دیگر نویسنده چاپ شد،
باید که همینجا تبلیغ کردن کار. تبلیغ هم در اتفاق نویسنده ها باشد، در گزیده ها باشد، نمیدونم در تلویزیون باشد، یعنی در اتفاق یا نویسنده یا در تلویزیون همین کتاب معرفی کنند. درباره چی است این کتاب؟ درباره این کتاب مثلا علم ها، نویسنده ها، اکادمی نمود یا که انستیتوت تاریخ، انستیتوت زبان بیاد فکرش گفتنش در کار. یعنی مردم تکان دادن در کار، بیدار کردن در کار است. شاید به همین راه‌های مردم بیدار کردن در کار باشد، یک به امید آوردن در کار باشد. فهمیدید؟ دیگر اینکه خیلی کن این البته پیشروی ها هستند. ما در هر ما شاهد هستیم که حکومت جمهوری محترم پرزیدنت کشور درباره در نایه ها میروند، کارخانه ها میکشویند. ما شاهد هستیم کم کم مردم بر روی کار تامین شده است. شاید آینده این کارها شود، لیکن اما برای این کارها شده باید که من هم شما هم نامبر کردم که اکادمی دیگر هم باید کار کردن در کار است. یعنی یک تکانی باید جدی شدنش در کار است. استاد شما هم تماشا میکنید، اینترنت دسترس است یا شبکه‌های دیگر میبینید، وقتی که مثلا یک کشور نویسنده‌اش، عالم، دانشمند صحبت میخواد کند، شما گفتید در آسیا هم جنگ بود یا در کشورهای دیگر هم جنگ بود، ولی در ما همیشه یا مقاله نوشته میشود یا از یک کسی چیزی پرسیده میگه خیلی همین مثلا جنگ شهروندی بود، شاید سببش همین بود. نه، این شروع میکنیم از همون دوره و حرف امروز همون. مثلا امروز واقعیت این است که استاد میرزا سعیدزاده کتاب نشر کرد، 200 نسخه به فروش برآورد، یعنی چاپ دیوم سیوم، و این کتاب خریدار پیدا نمیکنه. اصلا چی ربط دارد به اون جنگی که مثلا 35 سال پیش گذشت و رفت؟ یعنی شما درسته ما 35 سال که گذشتیم، چی میتونه به اون دوره باشه؟ نمیدونم که حرف امروز باشد، واقعیت امروز باشد، با واقعیت امروز تو زندگی کنیم. او یک نویسنده هم همین نیست که هدفش که امروز تکان بده جامعه را، با واقع امروز زندگی کنن، با حرف امروز زندگی کنن و با واقعیت امروز استاد آشنا باشن. راست میگید مثلا هست. مثلا در این کتاب ها آتش در خانه قدیم و نان شریکی شروع میشد از سال 1916. یعنی در همین من با یک فکری بیدار شد که همین 100 ساله باید نویسنده که به مردم فهماندن کنید ما چی روزگار داشتیم، چی واقعا اثری ما گذشت، و چی اومده رسیدیم. همه فکرها در من پیدا شد. این کتاب‌ها نوشتم من. شما تصور کنید که اگر همین کتاب‌ها نباشد، کتاب‌های عینی نباشد، لایق یا بازار نباشد، همین کتاب نباشد، همین 100 سال ما هم تو تاریکی ماند. آخه این بدبختی نیست اگر این چرا شما مثلا 100 سال گرفتید؟ چرا رنگ دیگر رو نرفتید؟ از دارا سر کنید، از اسماعیل سامونی سر کنید، اون تاریخی 1000 سال گذشته را برید، اومدید همین 100 سال گرفتید. چی شما را وادار کرد به این کار؟ درست است. در این 100 سال اینقدر کارهای از سر ما گذشت و از زندگی ما گذشت که اینا گفتن در کار بود. مثلا دوره همون انقلابی اولی که اومده بابای ما از وطنشون سر کردن، خانه درشون گرفتن، زمینش رو گرفتن، انقلابی که ما نمیدونستیم نمیخواستیم به سر ما بر کردن. ببینید بسیار مردم دانای ما، داراهای ما وطن ترک کردن، سیبیرشون کردن. این یک. دوم اینکه اومده کلخوزها ساختن. کلخوزها به چی ساختن؟ مال مردم گرفتن، به زوری بردن که تو هم در کلخوز کار میکنی، دیگر راه نداری، اطراف استر محکم، جای گریز نداری. کلخوز یک معاش درست نمیتید، نمیم 2 کیلو 3 کیلو گندم میتید، در آخر سال روزت به زور میگذرد. کلخوزها ساختن. بعد اومدیم خیلی انده که بر روزها زندگی داشتیم. همه زندگی ما چگونه بود؟ بر روزها ما بر روزها چی دادیم، روزها به ما چی دادن، یعنی زندگی که ما شریکی داشتیم چی بود. بعدیان اومدیم این جنگ شهروندی شروع شد. یعنی همین واقعا گفتن همین 100 سالی که ما در سری ما گذشت، آخر اینا نگوییم با چه ملت هستیم، با چه ملت میشویم. نمیدونم همین اندیشه بعد در سری بسیار کسا بودنش در کار. ما نمیدونم اکنون گفتن که 5000 7000 دکتر داریم و باید با هم خیلی فکر کند، نه اینکه نمیدونم یک شما یا من با فکر کنیم. یک ایراد دیگر با ما این میشود در زمین برنامه کتابخوان میگن که شما در این برنامه باید درباره ایرودینامیکا گپ زنید، درباره مثلا فضا گپ زنید، درباره کیهان گپ زنید، درباره پهپاد گپ زنید، درباره راکت گپ زنید، درباره فیزیک و شیمی گپ زنید.
شما چرا میروید دنبال اثرهای بدیعی، دنبال بدیعیت، دنبال فکر، دنبال اثرهای فلسفی سیاسی؟ چرا شما اینو دنبال میکنید؟ در صورتی که استاد من متخصص ساحه فیزیک نیستم، من متخصص ساحه الگبرا نیستم، من متخصص ساحه شیمی نیستم که مثلا بیام یک کیمیا متخصص ساحه کیمیا نیستم که بیام یک کتابی رو معرفی کنم. به اندیشه شما یک نویسنده تبلیغی خواندن کتاب‌های بدیعی چرا برای یک جامعه ضرور است؟ چرا این فکرها در جامعه پیشرفته نیستند؟ سوال درست راست میگید. مثلا یوری بوندرف نویسنده مشهوری روس‌ها میگوید که همین روس‌ها میگوید بغیر از سماور دیگر کاری دستش نمی آمد. وقتی که در عصر 19 پیدا شد پوشکین، تورگنیف، تولستوی دیگرها، وقتی که جامعهش نویسون، کتاب ها به وجود آمدن، جامعه مجبور کرده کتاب خون شود، یعنی تکان شد جامعه روز پیش رفت. و یه روز ما میبینیم که اینها صاحب بهترین ثمرات ها، صاحب راکت، صاحب جنگ، صاحب زمین، یعنی ان همین کتاب، ان همین دانش اینها دیگر کرد. یا دور نمیره، من همین دیروز جنگ ایران خطی با اسرائیل، یعنی بگید وای ها کدومش اومد گفت که در همین کوچه بین تهران 500 مگزین کتاب هست. 500 مگزین کتاب در مورد نمیدونم یک مگزین کتاب منتظر منجبه. یعنی در باره اندیشه گفتید، اگر اندیشه نباشد دیگر بعد چی پیدا میشد؟ همین اندیشه است که انسان است. یعنی اندیشه بود که مثلا گوییم که تورگنیف ساخت رسی خودشه، اندیشه بود که تولستوی رسی خودش ساخت، پوشکین رسی خودش ساخت، آمدیم شولخوف رسی خودش ساخت. در ما هم باید نویسنده پیدا شدن که همه گونه سمت‌های باید سازد، تاجیکستانی خودش سازد. اما کی ساخته میتواند؟ وقتی ساخته میتواند که ادبیات جهان داند، تاریخ گذشته خودش داند. فقط با تاریخ گذشته خودش کار بود نمیشود، باید تاریخ بشر داند. بعد که اقلا وای نمیدونم 100 رمان یا 500 رمان نخوان، وقتی که باید تاریخ بشر آموخت، بعد در وای اندیشه پیدا میشد، بعد در این جامعه پیشروی میشد، بعد نویسنده شده میتواند. اما به این چیزها مثلا بی اندیشه، مثلا مقصدی میگفتن که هر چی انسان داره اندیشه داره. استاد یک در شبکه اجتماعی یک مقاله خواندم به قلم یکی از بگیم راهبران یا وزیران ساحه قدرتی، اونجا گیلایه میکرد از نویسنده های تاجیکی در این 35 سال چیکار کردن. مثلا گیلش این بود که اینا باید جامعه را تکان بدن، اینا فکر را به وجود میارن، اندیشه را به وجود میارن، اثرهای را به وجود میآوردن که مردم دنبالشون میبردن. شما به همین گیلایه یا به همین انتقاد چه نظر دارید استاد؟ من گمان میکنم که نویسنده‌های ما اون کاری که امروز جامعه ما به همون سزاوار است همین کارا کردن. مثلا ما یک چه نویسنده بسیار خوب داریم، یونس یوسفی، مثلا روشن مقسومزاد، سراج‌الدین اکرامی، عبدالحمید صمد، بسیار رمان خوبی، گردش دیوبان نویسندگی همین 100 سال آخری ما بسیار خوب تصویر کردن. من رحمتی کرامت الله مرزایی کتاب‌های خوب نویسندن و دیگرها. من دیروز هم در سیز گفتن که 20 چند رمان پیدا شده است. من گمان میکنم که این خیلی نیست که گویی و این ندارد، اون جای دیگه هم که خوبی ندارد. اما با نخوانن اگر ندانن بعد چه کجا این گله میکنن؟ یعنی کرامت الله مرزایی چند نمیدونم 12 رمان دارد، یا که یونس یوسفی 4 رمان دارد، یا این من رمان هایی که نام شریک دیگر های آتش در خانه خیلی هست رمان ها. امروزه نویسنده ها کاری دستشون می اومد کرده، اما دیگر این چیزی که نویسنده قدر ندارد. اصلا پایین ترین بگیم که کش جامعه نویسنده میستد. نویسنده میاره کاغذ میخرد، نمیدونم خودش می نویسد، 5 صبح یک رمان چون میکنن، 5 صبح یک رمان می نویسد، میره خودش پروداکت چوب میکند، مگزین برده میتیاد، مگزین و کای میفروشد. یعنی تماما بیهوده، کاری نویسنده بیهوده است. من در خانه 200 کتاب آوردم، زنم جنجال برداشت که آخه دیروز 200 تا آوردی جای خونه استادیت با چیکار کردم؟ می آوردیشون چیکارشون میکنیم؟ با
یعنی این احوال دارد. میبرید در مگزین به زودی و نمیدونم یک سال بعد کشف میکرد از دل از بهرش میبریم کتاب دیگر نمیریم جوری همون مگزین. یعنی این احوال دارد، یک احوالی بدی برای نویسنده هست، اما به همین نگاه نکردن نویسنده بس کار کردن. استاد شما گفتید که پوشکین، شولخوف یا تالستوی، اونایی که بعدا در عصرهای 19 و 20 چخ اینا پیدا شدن، اونا اومدن با همون کتابشون اندیشه روس ساختن و مثلا نویسنده‌های فرانسه این کارا کردن یا مثلا در ایران این جنبش‌های فکری انجام داد. یعنی 25 رمانه که امروز در ادبیات ما در 35 سال اخیر پیدا شده نویسنده‌های داریم، اینا میتونن مثل همونها همین اثرایی که اگر شما میتونید گفتم چه نویسنده همین اثرا رو اگر بچهای تاجیک بخونن، جوانای تاجیک بخونن، در اون اندیشه ها پیدا می شود. چون بسیاری از اثرهای ما آمیخته فلسفه و دانش و حکمت و سمت‌نگری و پیام ها دارد. یعنی میتونیم بگیم که 25 اثری که پیدا شدن در دیگر کردن اندیشه ما با واقعیت های زندگی یک تکان به وجود میارن استاد، یک چیزی را به وجود میارن. شما گفتم میتونم چه نویسنده استاد بعد جنگ سال 1912 مجبور شدن مردم دیگر شدن، مردم تفکرشون بیدار. وقتی که رفای ها رفتن اروپا دیدن، فرانسه دیدن که مردم زندگی خوب دارد، اینها دیگر شدن و کتاب نوشتن و بعد که روسیه دیگرگون کردن. بعد که ما با روس‌ها همراه شدیم، بعد نویسنده‌های ما مثل استاد عینی، اکرامی، اغلاق‌ها دیگر هم یعنی همون سایه روس‌ها شده مثل همون کتاب نویسندن. مثلا کتاب‌های استاد عینی اینا کتاب‌های ماکسیم گورکی خواندن، خودشون میگن که کتاب‌های ماکسیم گورکی خواندن. اون وقت کتاب‌های ماکسیم گورکی با ترکی چاپ شده بود. استاد عینی این کتاب خوانده بوده. عبدالله قادری ازبک این کتاب‌ها ترجمه کرده بود یا دیگرها. یعنی اینها همون سایه گویم که نویسنده روس‌ها شده، کتاب‌های خود به وجود آوردن. بعد وی‌ها خیلی من استاد ارزاده، چرزاده، اکرامی، بعد وی اومدیم امروز من استاد عبدالحمید صمد، کرامت الله مرزایف و دیگر، اینها هم یک چیز ساختن. اینها هم میتواند که همه کمی خواننده ما دیگر کند. نه که اگر یک نویسنده کار بود نمیشود. استاد ببینید شما یک چیز جالب اشاره کرده درباره استاد صدرالدین عینی و آنهایی که در زمان شوروی ایجاد کردند. خب اینا پرورده یک نظام بودن، پرورده یک ساختار معین بودن و در دایره ایدئولوژی همون دوره همون نظام ایجاد کردند. خب و شما اومدید نویسنده‌های زمان استقلال، من فکر میکنم اگر شما در زمان شوروی میشید ممکن همین آتش در خانه قدیم نمیتوانست نوشته و انتشار کردن. و امروز بچه‌های ما در مکتب میانه که تبلیغی که میکنیم کتابای استاد عینی رو که قهرمان ملی ما هستن میخونن و کتابایی که اون زمان نوشته شدن، همونها برای نسل امروز استقلال چی میتونه استاد؟ یعنی برای بیدار کردن اندیشه‌ش و فکرش و دیگرگون. اثرهای شما که معلوم که در زمان استقلال نوشته شدن، چند نویسنده که گفتید نوشته در زمان استقلال، ولی اون زمان خوندن برای اینو چی میتونه مثلا؟ چون اگر کتاب رمانی که از قید و بند و شرط ایدئولوژی آزاد نباشد، البته به اندیشه من اونم میتوند که در یک خواننده یک چیزی خوبم، یک چیزی مثبت را به وجود بیاره دوستان. اول اینکه در پس استاد عینی، در پس نویسنده‌های اون زمانه دولت بسیار مقتدر شوروی میستاد. بله. میستاد و اینها تربیت میکرد و به اینها که پول نظم میداد، چوب میکرد کتابش. نه اینها زندگی خوب داشتن، هیچ جای بحث نداره دوستان. یعنی قبول، یعنی این تربیتشون میکرد، جایگاهشون بلند بود، گنرال‌های عثمانی میگرفتن، شکایت از زندگی نداشتن و خیلی اثرها ایجاد کردن. سوالی نیست که همون اثرها برای خواننده امروز چی میتونه دوستان؟ برای نسل استقلال چی میتونه دوستان؟ البته به وی‌ها نمیشه، باید وی خواندن در کار. وی‌ها ریشه ادبیات امروز ما هستن. اگر ما بگیم که اثرهای استاد عینی نخوانیم، ندانیم که این استقلالیت ما چگونه پیدا شد، به کجا اومده رسیدیم، یا کتاب‌های تاریخی استاد نخوانیم یا اکرامی نخوانیم و یا رشته‌های این کتاب‌ها هستن، باید خواندن در کار. خیالم که باید خواندن در کار، بعد به این کتاب‌ها رسیدن در کار است. و در ادبیات روس هم، در حلقه روس هم همین خیال است. باید پوشکین خوانن یا تولستوی خوانن، بعد پرش میبیاد. مثل که درخت از خوردی و کلانشته میبیاد، نویسنده هم باید که هم
ریشه ادبیاتش باید داند. ریشه ادبیات امروزی استقلال ما همون یادداشت استاد عینی، کتاب اکرامیه و دیگرها هست. باید خواندنش در کار است. خب استاد، آتش در خانه قدیم وقتی که به نشر رسید بسیار استقبال خوب از جانب جامعه پیدا کرد و این کتاب تا به امروز هم برای خواننده‌ای که عشق دارد به ادبیات، به فرهنگ، به تاریخ ما بسیار کتاب محبوب است. ولی وقتی که نان شریکی اولین بار نشر شد و چاپ شد بسیار بحث برانگیز شد استاد. چرا این کتاب، یعنی چرا نان شریکی اینقدر بحث ها رو در دایره های فکری و اندیشه‌ای و جامعه ژورنالیستان، اون محفل گفتگوی تمدن ها، چرا این کتاب اینقدر بحث برانگیز شد به فکر شما؟ در کتاب پیش از همه زندگی باید عشق باشد، محبت باشد. خیال میکنم که در خانه قدیم به همین چیزها هست و هم تاریخ هست. تاریخی هست که تاریخی که راستین است. ما تاریخ دوره شوروی خواندیم، اکثری به این تاریخ دروغ نوشته کشیده بودن. مثلا درباره ابراهیم بیگ یک مثال میبرم. در کتاب تاریخ های شوروی هست که ابراهیم بیگ آمد با 600 نفر عسکرش از کوههای باباتوق فرومد. بعد اینا رفته جنگ کرده، 3 روز جنگ کرده و مجبور کردن برای زوری گرفتن. اما در حقیقت این خیلی نبود. وقتی که من به افغانستان رفتم، آدمای شاهد گفتن که ابراهیم بیگ با افغانستان، پاشه افغانستان که نفشتگی بود نادرشاه، و از گفت که 1000 سلاحی که تو به دادگی بوده پیشنگی پادشاه بچه سخا همونه آورده سپار. ابراهیم بیگ نگفت و نبرد. بعد نادرشاه فهمید اسکرش که این زنید پیش کنید. بین عسکری نادرشاه قطعی ابراهیم بیگ جنگ شد. ابراهیم بیگ گریخته آمده دریا گذشته آمده خودش سپرد به عسکری سر. و هم یک خطی بای بود، خطی جانش بود که تو اگر آمده خودت سپاری این تو میبخشه. ولی نبخشن ابراهیم بیگ. این اومده خودش اومده هم بگیم که دیگه خونی خودش خیلی گرفته مکتب کردگی، خونی جانش در اومد 6 تا بود که آدمای KGB عسکری سر اومده اطرافش کرده گرفته گفتن که سپورت واته جای گریز نداری و یگون تیر نبرده خودش برده سپاری. بعد 1 سال با اینا همه پرتجو کردن بردن تشکیل بعد 1 سال پروندنش. یعنی واقعیت این خیال است. یعنی چی گفتنی من تاریخایی که دوره شوروی نوشتگی بودن اکثرش دروغ هست. امروز باید تاریخ ها دوره موضوعی که ما در زندگی در دوره استقلال زندگی میکنیم، باید تاریخ ما تاریخ 100 سال آخر از من نوشته شود. نگاه دیگر باید با نگاه دیگر نوشته شود. بعد از روی همون ما قدم زده باید پیش رویم. من به همین جهتم، من به همین خاطرم وقتی که در افغانستان رفتم این با اون آدمای شاهد واخوردم و به من حقیقت حال گفتن و من اومدم این از نو. یعنی دیگه تاریخ‌های دروغ نیست، گرچه ابراز نویسندگی رو تاریخ واقعی هست. اکثر واقعی هست. یعنی ما نمیتونیم بگیم شما در اساس خیال‌ها و تخمین‌های دروغ آمدید این اثر ساخته. اکثرش واقعی هستن. یا اینکه در همین جنگ بویسون در تاریخ‌ها هست که یک روز جنگ سخت شد. من در اینجا نوشتم که در اینجا آوردم که همین تاجیک‌ها چه جنگ میکنن. نمیدونم یک 10 ورق تاجیک‌ها جنگ تاجیک‌ها چه است. به همین شمشیر و به هم نمیدونم داس و بعد اساسشون جنگ میکنن. اما روس‌ها پرمیر مونده میدونن توپ میغلطن غرام میشن و خنده میکنن. این چی در خودی گیم کتاب روس‌ها هست. هم من از هوا نگرفتم. یکی جنگی گیم و یا جنگ بلجوانه خیلی میگه جنگ سخت شد فلان شد. اونجا آدما من گفتن که چه آدمای شاهد گفتن که چه جنگ شد، کدام روز بود، چه و کدام کفر آمدن باشویک‌ها، چه پرمیون موندن. ما در مثلا در این مسجد بودیم مردم چه میگریخت. یعنی همین چیزایی که هم شاهد ها گفتن. همینجا جالبی کتاب همین است که من می‌خواستم از شما بپرسم که همچون نویسنده وقتی که تاریخ آموخته وای کردید فکر می‌کنید چرا در اون دوره دیگر تاجیک صاحب پولمیلود نشده بود و همون دستگاه‌های معاصر جنگی و با همون شمشیرهای بابویش می‌جنگید؟ فکر می‌کنید همینجا
کجای کار اشکال داشت؟ مثل که امروز است این واقعیت امروز هم میبینیم. یعنی چی بود که به همون دستگاه‌های معاصر تستر دسترسی پیدا نکرد؟ چی بود عاملش استاد؟ این سوال شما من چی مثلا می‌برم وقتی من کلوب رفتم ظفر مردایان قطعی صحبت کردیم یک چیزی عجیبی گفت که برای من دهه ما یک آدم نام گرفت در روسیه بسیار گشتگی بوده جنگ‌ها دیده اومده اینجا توپ ساخته است تقریبا توپ همین تو کاری کفری کردی گفته است میگه زده برده میکشه خرافات و جهل این یعنی دین واقعی نه و دین جهل و خرافات و افراط نموندن که مردم پیش رود مثلا ما میگویم که استاد عادل نوشتن که در کتابشون که وقتی که اپتیک کدام اپتیک اومده ساخته شد نموندن کسری خلوم بیماری خلوم میکرد شفاش هم خداوند میکرد یا وقتی خواستن که سنگ فرش کنن نموندن سنگ ذکر میگوید یعنی این خرافات بدبختی ها ما داشت نه اینکه مثلا همین اصلی گذشته بعد همین هزار ساله ها این خرافات ما پیشروی نداشت هرچند در این باره بسیار بزرگای ما از فردوسی سر کرده این طرف دقیقی فرد این طرف سعدی ها و دیگرها گفته میبیان تا شاهینی تا و استاد بزرگی استاد عینی در اینه که هرچند خودشون بیم که در چند سال در مدرسه ها خواندن کشته دادن همین نیتی بدی همین ملاهای برای همون جنگ گیوای ها عربکش ها میکند نه چیکار اونجا شما گفته که اون چیزی که در شورای تاریخ نوشته شد دروغ است و فکر می‌کنید اون چیزی که استاد عینش همش راست است استاد این شاکر استاد نه مثال خودتون گفتید که بسیار چیزایی که در شوروی نوشتن تاریخ نگارا دروغ بود و اون چیزی که استاد عینش به فکرتون راست است اون چیزی که در یادداشت‌ها هست راست است یادداشت‌ها اکثرش راست است اما اون چیزی که مثلا در داخل در چیزها هست و با آموختن در کار دیدن در کار یعنی اون زمانه مجبور میشد این آدم مجبور یعنی ایدئولوژی بود زمان که مجبور شدن که داخل نیستن چون که دیگر راه نبود استاد شما گفتید که نویسنده وجدانی بیدار جامعه است در اینجا یک مسئله هم دروغ و راستی الان پیدا شد که تاریخ مثلا هستن زمانی که ایدئولوژی مجبور میکنه سیاست مجبور میکنه دروغ مینویسن ولی این دروغ ها بعداً آشکار میشود یعنی بعداً بود نفرانی پیدا میشد میگن فلان دروغ و فلان دروغ و این تاریخ داور است و داوری بسیار شدید هم است و همش جای خودش میموند امروز واقعی جامعه برگردیم ما میبینیم که یک وزیر مثلا اگر در سمت معارف صحبت کند میگه ما تکنولوژی میکنیم و یک سال دو سال دیگر مونده است یک وزیر دیگر در هوش مصنوعی صحبت میکنه میگه تمام ما در چند سال آینده مرکز دنیا میشیم درباره هوش مصنوعی و یک نفر دیگه‌اش میگه ما تا سال 2028 29 با اینجا میرسیم همین چرا ما بعضی وقت دروغ میگیم استاد چرا بعضی وقت شعارهای آسمانی میدیم با جای اینکه بیم واقعیت بگیم اون موضوع رو حل کنیم همه چی جابجا بشه و مجبور میشیم بسیار دروغ بگیم استاد چرا این خصلتی چی بگیم ارثی ما است یا ما را کدام عامل‌های مجبور میکنه که دروغ بگیم مثلا این خصلت هم هست شما خبرتون بودگی در کتاب بیهقی وقتی که نماینده بگیم که خلافت میبیاد در توس اون پیشواز بینید اون گلکاری ها را بینید و بگه در این مملکت هیچ مشکلی وجود نداره اون اسب بیاد اون چقدر اسب چقدر طلاها برده الله کن همین عصر 20 با منم در این کتاب تصویر کرده هستم وقتی که شهر سبز میرود عالم خان اون پیشواز بین ریش و اون حاکم شهر ریشش بالیده یک کیلومتر ریشش بالیده بیاد بعد این پادشاه میاد اكو خیزه بس خیزه یعنی این خصلت در ما هست یکی از صفاتهای بدی که من میبینم دروغگویی هست چاپلوسی هست من به این سبب به جای نمیرسم من فقط پیش پا میخورم اما در نمیدونم 60-70% ما با این خصلت بد هست و شاید همین خصلت بد هم باشد که ما بسیار زمینهای خوبه شهرهای خوبه داده آمدیم یعنی همین نمیتواند که برای یک ملت بحرانی شود مشکلی ایجاد کنه وقتی دروغ است شعار دروغ است حرف دروغ است یعنی چیکار کنیم که همش اون واقعیت باشد و این واقعیت ها ما رو تیزتر به پیشرفت ها میرسونه این واقعیت ها تیزتر میبینیم که مشکلی دارد مشکلی رو حل کردن داره اونه که بپوشونه و بگیم نه همه چیز خوب است من فکر میکنم استاد که بعضیا میگن وقتی شما خوب میگید خوب میشود بد میگید بد میشود من به اون قدر باور ندارم چیزی بد رو باید بد گفت چیزی خوب رو باید خوب گفت چی میشه یه چیزی بد هم خوب بگیم استاد
البته وقتی که یک انسان بسیار تعریف کردید، همه کاراش تعریف کردید، تعریف کردن گرفتید و از خود میرود و گمان میکند که باید دیگر اکنون یک جانشین خدا هست و از دست همه کار میآمده است. ما باید همین دانیم، اما کسی که دانش دارد، فراست دارد، نمیدونم در عائله خوب تربیت یافته باشد و این کار نمیکند و هیچ وقت چاپلوسی نمیکند، هیچ وقت خشونت نمیگوید. اما وقتی که دانش نیست، وقتی که هیچ در این دل خالی هست، هیچی نیست، باش مجبورید که خشونت گویید و پیش پاش افتید، نمیدونم همه کارا کنید که شما با یک بردنان تیاد منصبتون تیاد. این از بی‌هویتی، نمیدونم گدایی شما هست. استاد شما درباره انتقاد پذیری گفتید که یک انسان شایسته انتقاد قبول میکند. یعنی وقتی که اومدن مثلا همین نون شریکی را زبانش انتقاد کردن، گفتن بعضی کمبودی ها دارد، شما نگفتید که نه رفتید با اصلاح کردید، با اثر نو نشر کردید. در همین جامعه ما چرا انتقاد پذیری از بین میرود؟ یعنی شما دل خود نفری که امروز میاد یک ملت هم میخواد نصیحت کنه، یک کار انجام بده، به یک آدم دانشمند پیدا بشه نگه برادر همین کارت نادرست است، همین حرفت نادرست است، در اون میشوره و شما بدی ما را میخواین و تو پیشرفتی ما را نمیخوای، تو دشمنی ما است. چرا ما انتقاد پذیر نیستیم استاد؟ همین خصلت بد بوده نمیتونه استاد. حتی شاید بعضی نویسنده خفه میشن وقتی میگن که همین کتاب اینجاش خیلی کم تر، اگر این خیلی میکرد این خیلی مجدو که اینجاش کم بودی دارد، در رو میجوشند و مثلا انتقاد قبول نمیکنن. همین از چه استاد؟ همین از کجا منشأ میگیرد؟ تا این کلمه هست. وقتی که کتاب آتش در خانه، نه کتابی و دختری اکرامیه، دختر آتش، دختر آتش، دختر آتش، بله، همون اتفاق نویسنده ها نمیدونم 5 ماه 6 بار میگردونن، میگن کمبودی دارد بود کنید، استاد میرن دو کمبودی بود کرده میارن. آدم بخت قبول میکند کمبودی، میرد اصلاح میکند. آدم اگه وزین باشد، دانش داشته باشد، بخت باشد، قبول میکند. مثلا بیاد احمد و همون بیلی پراخودی همون نمیدونم 600 نفر تنقید کرده. 600 نفر یک اثر انتقاد کردن، لیکن بعد خودی آدم خفه نشد و فکرش گفت که من این اصلا من برای چی همین خیلی نوشتم، برای چی همون پسرکی من رفته خودش در بحر پرتاب، یعنی خودکشی که سببش چی بود. اما این خودکشی این نیست، خودکشی این نیست که به همین تمام شده باشد. و به این نشان داد که یعنی در جنین انسان همین خیلی فکرها هست، همین خیلی یعنی بود این دوام داره زندگی و آدم‌ها تکامل که بیدار میکنند. یعنی انتقاد باید قبول میکند، اما سبک آدمی سبک باشد قبول نمیکند. وقتی دانش وسیع است آدم خودش بزرگ حساب نمیکند، بدتر پستر حساب میکند. در این چیزا ما مثال‌ها بسیار است. خاطر من نباید حاصل چیزا. سلامت باشید استاد. همچون وقتی برنامه به انجام رسید من خواستم یک سوال استاد بدم. همچون نویسنده امروز اصلی ترین مشکل شما چیست؟ اصلی ترین مشکلی که شما یک نویسنده امروز داره در این کشور چی است؟ مشکل تر این است که باید راه یافتن در کار است که مردم به دانش به کتاب رو بیارد. وگرنه ما مثل همون 100 ساله که عقب مانده بودیم از دیگر ملت ها همین خیلی میمانیم. مثلا به خاطرتون بیارید مقاله استاد عینی میگویند که برادران تاجیک ها شبه همسایه ها ازبک ها گزیت میخونن، ما این گزیت نمیخونیم، گزیت نمیخونیم. میگه در آخر وقتا گزیت های ما چقدر گزیت های خوب بودن، نگاه و ملت و دیگر گزیت های آزادگان، همون برای چی خیلی نشته برای از دست همین اینتلیجنسی ما، از دست ما که ما یک فعل نمیده پس داره، فعل گدایی که رفتم همون دوستیم گزیت نمیخریم، از زندگی ما آگاه نمیشیم، از گذشته ما آگاهی نمیخوایم شدن، یک بی‌طرفی یک بسیار یک حسیات بی‌طرفی بد در ما هم شستگی هیچ نیکم برطرف شد. این یک علاج کار برطرف فقط وقتی میشد که یک فضای پیدا کردن کار که مردم باید دیگر شود، باید شکل دیگر شدنش در کار است. نمیدونم این باید نمیدونم اینستیتوت های ما کار کند، عالم های ما باید کار کند که هم جامعه باید دیگر کردن کار با سمت دیگر بردن در کار است. یعنی باید نمیدونم اینستیتوت ها باید کار کردنش است. خب این مشکلی ها را در در خانه قدیم دیدید، احساس کردید و رنج کشیدید، چرا نان شریکی رو نوشتید؟
چرا با عذاب کشیده و این را نوشتید و این عذاب‌ها باز تکرار شد؟ وقتی که نویسنده شدید باید جوابگاری حس میکنید، مسئولیت احساس مسئولیت حس میکنید که با همین یک کتاب باید همین بود نشد. مردم انتظار میشن، دیگر انتظار میشن که با بعد آتش در خانه با چی میگفته باشد، برای ما چی میداده باشد. این برای همه نویسنده این یک دردی است که بعد یک کتاب نویس کن و دیگر آرام بودن نمیتواند و واقعا و وجدانش هم دیگر آرام نمیگذارد. باید هم درد گوید، باید کجا رفتن گوید، باید سمت نشان تیاد. همین خلاص نویسندگی. استاد وقتی که این کتاب آتش در خانه قدیم نوشتید و دوامش شد نان شریکی، تقریبا میگم دوام اون کتابی که بعداً این موضوعهای دوره شوروی را بررسی گرفت و اکنون منتظرند خواننده ها، مخصوصا ما از شما منتظریم که شما شاید درباره جنگ شهروندی و عامل‌های آن یگان اثر می‌نویسید، اثری بدیعی و هر چیزی که ما تا به امروز خواندیم از طرف جیناها است. یعنی یک نفر اندیشه خودش درست میگه، یک نفر یادداشت خودش درست میگه، یعنی در بند قید یگان گروه و احزاب و فکر اندیشه است. یعنی ما میتونیم بگیم که در آینده یک چیز خالی و آزاد از اینا مثلا میاد که با بررسی درست بگیرد همین زمان جنگ شهروندی راست. من راستی در این باره فکری ندارم که درباره جنگ شهروندی کتاب می‌نویسم. این فکر در من نیست هنوز. و طرف دیگر اینکه جنگ شهروندی بسیار ریشه‌های پهن دارد، ریشه‌های پهن و بسیار چخور رفتن دارد. یک طرف میگیم اسلامی ها، دموکرات ها، رستخیز ها، طرف دیگر ازبکستان، طرف دیگر روسیه، طرف دیگر ایران. یعنی شما تصور میکنید چقدر ریشه ها و پهن پریشان هست. برای اینا جمع کردن بسیار قوه در کار، برای اینا جمع کردن بسیار دانش در کار، برای اینا جمع کردن پشتیبانی شما بسیار پشتیبانی بسیار با قوت در کار. کی ها دستگیری کردن کار، یعنی بسیار کار مشکل است. حاضر با چی مشغول است در ایجاد است؟ در ایجاد بعد اینان شریکی شما چی رو میخواید که راستی من از یک چند حکایت نوشتم، حکایت از زندگی مهاجران ما در روسیه. همه حکایت میخوام تعریف کنم و به شب سپارم. بعد این اثر یعنی به این کار بنده خالی از ایجاد نیست، این با ایجاد مشغول است. سلامت باشید استاد. بار دیگر به برنامه کتابخوان خوش آمدید و در آخر میخواستم اندیشه های شما رو گفتم که وضع نابسته به تبلیغ، نابسته به گذراندن آزمون و چاره‌بینی ها هنوز در کشور نگران کننده باقی میماند در سمت کتاب و مطالعه. چی از طریق بخش الکترونیک خواندن کتاب، چی از کتاب های کاغذی. همچون نویسنده فکر میکنید چی کارها رو جامعه و یا چی کارها رو نظام فعلی انجام بدهد به فکرتون که مردم ما کتابخوان میشن و به سمت علم و دانش رو میارن؟ باز تکرار میکنم که هر کتابی که چاپ شد، کتاب نوی که چاپ شد، اگر وی سزاوار باشد، اگر سزاوار جامعه، سزاوار زندگی امروزی ما، چون که حالا نویسنده ها می نویسند نمیدونم درباره کدام تاریخ هم 1000 سال پیش و بسیار ناقص هم هستن اثرهایی که می نویسند. یک ورق دو ورق میخوانید دلت میماند، چون که وی ها فضای همون دوره ندارن، حتی زبانی هم دوره ندارن. برای همین وقتی که اگر یک کتابی خوبی پیدا شد، باید که پیش از من تلویزیون، اتفاق نویسنده ها، اتفاق ژورنالیست ها، گویم که دانشگاه ملی که فاکولته ژورنالیستیک دارد، زبان ها دارد، انستیتوت زبان ها، انستیتوت تاریخ، اینا باید یک و یک بار اینا آموزان، نویسنده دعوت کنند و سوال جواب کنند. ببینید وقتی که فولکنر یک کتاب بنویسید، ویلیام فولکنر یک نویسنده بسیار مشهور جهان، مکافات نوبل سال 54 گرفت، نمیدونم بهترین روانهای من یکی نویسنده‌ای که من نقد می‌بینم، هر یک کتابی که بنویس و دعوت می‌کردن، حتی در ژاپن دعوت می‌کردن و بسیار خواننده ها و پرسجو می‌کردن. یک کتاب بخونید 400 صفحه، سوال دانشجو جواب نویسنده، سوال دانشجو جواب نویسنده. یعنی این خیلی شدنش در کار جامعه، یعنی دعوت کنند، نمیدونم من انستیتوت تاریخ من دعوت کنند نویسنده، یا من نمیدونم دعوت کنند گوید که برای چی آتش نویسندی، آتش در خونه چی میخواستی، چی میخواست، یا چرا امروز نوشتی، یا بحث کنند
یا گویند که من این چی به یک مثلا وقت یک تا شما بدونید صاحب جان دکتر بسیار مشهور خوب وقتی نان شریکی خوانده است از کجا یافته خوانده است اینقدر درباره نان شریکی به هوس درباره هر یک پیرتنش این از کجا گرفتید برای چی این خیلی آمده است این چیکار اینقدر به هوس نکن من بسیار خوشم آمد هست خواننده خوب هست درباره جامعه ما و یافتن در کار وقتی که همین گویم که فضای خیلی شد یعنی شاید که بعد خلق جامعه رو میبرد به کتاب به دانش یعنی ما دیگر میشیم یعنی که ما همه کسا باید کار کنیم یک پیشروی میشود. بله و بارها گفتیم شاید این حرفی تکراری هم باشد سعادت ما پیشرفت ما شکوفایی ما تنها و تنها از روی دانش از راه علم از راه آگاهی و از راه مطالعه است استاد. یعنی هیچ کشور دنیا هیچ ملت دنیا به شکوفایی نرسید به قدرت نرسید به پیشرفت نرسید مگر از راه دانش مگر از راه علم مگر از راه کتاب. و امروز وقتی که یک نویسنده برای ما الگو است وقتی که یک آدم دانشمند جایگاه و منزلت شایسته ندارد وقتی که یک کتابخوان و کتابدان و دانشمند زندگیش بسیار به یک زور و به یک مشکلی پیش میبرد و دیگرها این میبینند ما نمیتونیم بگیم که ما قدرتمند و پیشرفت و شایسته تر میشیم وقتی مرکزهای علمی ما فعال نیستند وقتی کتابخانه های ما از انسان به تعبیر به قول نمی جوشند ما نمیتونیم بگیم یک سعادت خوبتر و بهتری در آینده ما را انتظار است. ما فرزندان امروز هستیم و امروز باید زندگی خود را تغییر بدیم. طبق آمارهای رسمی استاد در دنیا 569,000 کتابخانه موجود است در کل جهان. یک آمار سالهای قبلی در یک مقاله من خواندم و از این میگه بیش از 300,000ش راست می آید به کشورهای اروپایی یعنی کشورهای مترقی که اروپایی هستند میگه بیش از 300,000 این استاد ببینه حجم بزرگ کتابخانه را راست می آید به اروپا و از این میگه 125,000ش راست می آید به امریکا یعنی امریکا میگه دارای 125,000 کتابخانه است و در این میان 125,000ش راست می آید به روسیه. خب و تنها میگه قاره افریقا 1200 کتابخانه دارد. نمیگه 1200 یک قاره بعد در همین بدبختی و فقر و کمبیزاتی و جنگ و خرخش درست میاد. البته این آمار میگوید که نظرسنجی در یعنی دقیق نشده است که در آسیا چقدر کتابخانه موجود است تنها اینقدر نظرسنجی آمار نشان میدهد که از این مردمی که در آسیا زندگی میکنند همین قاره آسیا از همه بیشتر مردم چین کتابخانه هستند و 70% مردم چین پیوسته کتاب میخوانند و این میشود پیشروی این میشود قدرت این میشود دانش این میشود علم. و امروز آنهایی که این موضوع را سهل میگیرند نادیده میگیرند و پیشخند میزنند و یک کار ناچیز میدانند بدانند که احتمال هر لحظه با شکست مواجه شدن یک ملت یک کشور یا یک دولت هست و از احتمال دور نیست. و از این خاطر ما از این برنامه کتابخوان بارها گفتیم که تنها آگاهی سعادت دانش علم میتواند ما را به موفقیت برساند به پیشروی برساند به شکوفایی برساند. بار دیگر با برنامه کتابخوان استاد خوش آمدید. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. بیننده برنامه کتابخوان بار دیگر رو دوباره میشه که در صحبت با ما بودن نویسنده خوشنام ما استاد میرزا سعیدزاده و من بار دیگر از این برنامه کتابخوان دعوت میکنم که این دو کتابی که استاد نوشتند یکی آتش در خانه قدیم و دیگر نان شریکی در فروشگاه‌های کتابی تاجیکستان موجود هستند. به خاطر احترام به نویسنده تاجیک به خاطر باز هم با وجود آمدن اثرهای بهترین به خاطر احترام کتاب و علم و دانش این ملت بیایم این کتاب ها رو بخریم و سهمی خردکه که خودمان رو در این کار بگذاریم همون گونه که میگه ذره ذره عاقبت دریا شویم و این میتواند یکی از راههای نجات ما در آینده باشد. بار دیگر با برنامه خوش آمدید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار آورد. با شما تشکر دلیار جان. رحمت باشید. سلامت باشید.